خبر توافق برای بازار خوب بود، اما باید منتظر خبر اصلی تو روز چهارشنبه باشیم. تنها بعد چند ساعت از خبر توافق، بیت کوین، اتریوم، ریپل و سوی به عنوان نماینده اصلی بازار صعودی شدن. و نکته جالب این بود که بیت کوین مقاومت 64000 دلاریش رو خیلی راحت شکون و قیمتش بالا رفت. طبیعتا صلح پایدار یکی از محرک‌های اصلی رشد بازار کریپتوه و با نهایی شدن توافق میتونیم انتظار رو داشته باشیم که بازار در بلند مدت روندش میتونه صعودی بشه. اما نکته مهم رفتار کوتاه مدتشه که به شدت به جلسه چهارشنبه وابسته است. توی این روز فدرال رزرو میخواد نرخ بهره رو اعلام کنه. حالا اگه نرخ بهره افزایش پیدا کنه، بازار همه این صعود رو پس میگیره و احتمالاً قیمت‌ها دوباره ریزش میکنه. و اگه نرخ بهره کاهش پیدا کنه، بازار میتونه روند صعودیش رو حفظ بکنه و بیت کوین خیلی سریع به محدوده بالای 70000 دلار برسه. پس با در نظر گرفتن توافق، روند صعودی بازار توی کوتاه مدت به جلسه چهارشنبه گره خورده، ولی توی بلند مدت بازار کریپتو میتونه که از گزینه‌های خیلی خوب برای سرمایه‌گذاری باشه. تبلیغ رو فالو کنید تا زودتر از همه در جریان خبرهای توافق قرار بگیرید.